خب اومدیم ماینکرافت هاردکور. کجا اسپان شدیم؟ یه دونه پلیجر اوتپوست هم بغلمونه. خب یکم چوب بکنیم بریم پایین تا وسایل اولیه رو درست کنیم، بعدش بریم که وسایل سنگیمون رو درست کنیم. صدای پلیجر اینا هاشش. فرار کنیم سریع الان چون سریع میمیریم، هیچ وسیله ای نداریم. خب الان یکم سنگ جمع کنیم که بریم ادامه وسایل سنگی همونو بسازیم. این یه تیکه رکورد خراب شده و سرعت ویدیو کمه، ببخشید. خب اینم از سی تا استون. بریم وسایل همونو بسازیم سریع و به ادامه مسیرمون رو بریم. خب یه دونه پیککس اول میسازم. خب وسایل سنگیمون تموم شد. خب من رسیدم به یه دونه کشتی غرق شده. او اسمیتینگ تمپلیت داره، 2 تا هم داشت. خوبه. یه دونه تریجر مپ که اینو بعدا میریمش. الان بریم ادامه مسیر. خب یه دونه قایق بسازم که توی آب بتونیم راحت تر بریم. خب من میرم زیر آب که آیرن ماین کنم، پس شما سریع اینجا رو ببینید و بریم ادامه. خب من کلی آیرن ماین کردم، یه 30 خورده ای شد. الان بریم که دنبال این نقشمون بگردیم ببینیم گنجش کجاست. من نقشه یابیم خیلی بده، شرق و غرب و همش قاطی میکنم. این نقشه رو درست نمیتونم پیدا کنم. هی هم دارم دنبالش میگردم ولی هی اشتباه میرم، هی دورتر میشم. هر کاری میکنم عقب‌تر میرم. خب بالاخره بعد از کلی گشتن تونستم پیدا کنم. الان نزدیک شدیم، با یه بیل ساختم بریم بکنیمش دیگه. الان یه روش داره تو نقشه، نگاه کنید نقشه رو دست من. الان دقیق همینطوری که من وای میسم وایسید میتونید راحت پیداش کنید. اگه این بذاره الان خب میایید دقیق باید هیچی از بدنتون معلوم نباشه. البته الان من خودمم اشتباه پیدا کردم، از روش من نرید، ولی خب تقریبا درست بود. او خوبه، آیرن زیاد توش داره. البته 38 تا آیرن داشتم ولی خب خوب بود آیرناش. این گلدا و امرالدا هم برداریم بریم بالا.
این پوشناش هم ور میدارم، به درد میخوره بدن. این پیککسه رو من از توی پورتال نیمه پیدا کردم، نصف کاره، اسمش یادم رفته. فورچین 3 داشت ولی با پیککس گلدی اصلا به درد نمیخوره، پس ولش میکنم. خب بریم یه دونه 2 تا فرنیس بسازیم که بذاریم آیرنامون بپزه و فول آیرن بشیم این قسمت. حتما اگه از این ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و بنویسید توی قسمت های بعدی چی کار کنم. خب اینم از آیرنامون، کولا رو نصفش کنم. خب با اینم یه دونه چست پلیت بسازم و یه دونه هم شیلد. اینطوری نبود، اینطوری بود. آره درست. خب اینم از شیلدمون و چست پلیتمون. اینو میگیریم دستمون، شیلدم بپوشیم. اینم از اولین آرمور آیرنیمون. خب الان یه دونه عکس بسازیم. الان فول آیرن شدیم، فول آرمور آیرنی و آیتما. کلا البته نساختم، کلا هم یه دونه بسازیم. این آیرن ها رو جمع کنم، بریم یه کلا هم بسازیم. الان 7 8 تا هم اضافه اومد برام. خب این بود از این قسمت. اگه دوست داشتید این ویدیو رو حتما لایک کنید، کانال یوتیوبمون رو ساب کنید و برام کامنت بذارید بگید ویدیوهای بعدی چیکار کنم. این بود از این قسمت، تا ویدیوهای بعدی فعلا خداحافظ.